را یقین داشته باشید و والله قسم در روز قیامت همچنان که پیامبر علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی به خواستگاری دخترتان میآید که صاحب دینه و صاحب اخلاقه و شما دختر را به اون نمیدهید، شما باعث و بانی فساد گسترده‌ای در روی زمین میشوید. این را یقین داشته باشید که اگر اون جوانی که به خاطر مهریه بالایی که شما تعیین کردید نتوانه ازدواج بکنه، هر گناهی دختر شما انجام بده، خواهر شما انجام بده، هر گناهی این پسر انجام بده، جزئی از این گناه بر گردن شما خواهد بود. و الله متعال از شما میپرسه از شما که چرا این مهریه بالا را شما قرار دادید، در حالی که مهریه حق خود دختر بوده و شما این را به عنوان مال تجاری برای خودتان گرفتید و به خاطر این